سوالی کاربردی و بسیار مهم: آیا ارسال پیامک یا تماس با شخص نامحرم جرم رابطه نامشروع محسوب میشه؟ توجه داشته باشید که ارتباط تلفنی، اینترنتی، مجازی یا مکاتبه‌ای در صورتی که حاوی مضامین عاشقانه یا شوخی‌های جنسی باشه و عرفاً برای ارضای غریزه جنسی تلقی بشه، میتواند رابطه نامشروع محسوب شود. اما برای تحقق جرم صرف ارتباط کافی نیست و باید قصد مجرمانه، یعنی قصد لذت جنسی، احراز بشه. دقت کنید که صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک و مکاتبات به خودی خود رابطه نامشروع نیست، مگر اینکه با توجه به محتوا و شرایط قصد ارتکاب عمل خلاف عفت احراز بشه.